در زمانهای بسیار دور پیش از آغاز جهان پادشاهی بود، پادشاه جلال. این پادشاه بسیار فراتر از هر کس یا هر چیزی بود که من و شما بتوانیم تصور کنیم. در ابدیت بی انتها او یگانه پادشاه بود و قلمرو او یگانه پادشاهی موجود، قلمروی سرشار از حکمت، عشق، شادی و صلحی کامل. آن قلمرو نیازی به خورشید و ستارگان نداشت، چون خود پادشاه نور آنجا بود. هرچند آن قلمرو وسعتی نامحدود داشت، اما از لحاظ کسانی که فرمان بردار بودند محدود بود. بعضی ها میگویند پادشاه هیچ فرمانبری نداشت، یا شاید هم داشت. یکی از رازهای اولیه این پادشاه این بود که حتی وقتی تنها خودش وجود داشت، او هرگز تنها نبود. با وجود این، او میخواست حیاتش را با سایر موجودات هوشمند سهیم سازد. پس این پادشاه نیکو و دانا قلمروی آسمانی ساخت با میلیون‌ها روح بسیار هوشمند که فرشتگان نامیده می‌شدند. او آنها را نام به نام می‌شناخت و می‌خواست آنها نیز او را بشناسند. زندگی با این پادشاه یک ماجراجویی بی‌وقفه بود. اما پادشاه چیزی بیشتر از فرشتگان می‌خواست. پس قلمروی از زمان، فضا و ماده خلق کرد. جهانی حیرت انگیز با سیاره‌ای درخشان که قرار بود تبدیل به کاشانه‌ای شود برای جامعه‌ای از مخلوقاتی شگفت انگیز به نام انسان. خانواده انسان که با فرشتگان فرق داشت، تنها با 2 نفر شروع شد، یک مرد و یک زن. خدا می‌خواست حیات خود را همانند فرشتگان با آنها نیز قسمت کند. سپس اتفاقی افتاد، اتفاقی وحشتناک. طغیانی در آن پادشاهی رخ داد. نخست در آسمان، سپس بر زمین، فرشته‌ای طغیانگر قلمرو زمین را با اسیر کردن انسانها به تصرف خود درآورد. اما این اتفاق پادشاه را غافلگیر نکرد. در عمق قلب پادشاه نقشه نجاتی وجود داشت، نقشه‌ای بس بزرگ، بس اسرارآمیز، بسیار عجیب و فراگیر که هزاران سال برای انجام آن وقت گذاشته بود. چه انتظار دیگری میشد از این پادشاه ابدیت داشت؟ او فراسوی زمان زندگی میکرد. برای آشنایی با پادشاه و طرح او باید کتاب او را بشناسید. پادشاه طی بیش از 15 قرن حدود 40 نفر را برای ثبت ماجرا و پیغامش برگزید. آنها انبیا نامیده می شدند. پادشاه کلامش را به آنها می داد و آنها آن را روی تومارها می نوشتند. هرچند بیشتر این انبیا یکدیگر را نمی شناختند، اما نوشته های آنها بازگو کننده ماجرا و پیغامی یک پارچه بود. نوشته های انبیا کتاب مقدس نامیده می شود. بدون کتاب مقدس فقط می توانستیم حدس بزنیم که از کجا آمده ایم، چرا اینجاییم و کجا خواهیم رفت. حدود 3500 سال پیش پادشاه به نبی به نام موسی الهام بخشید که بنویسد انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود. امروزه تمام کلمات پادشاه در کتابی به نام کتاب مقدس گردآوری شده است.
مقدس به معنای پاک و جدا شده از چیزهای دیگر است. کتاب مقدس به معنای کتاب یا مجموعه از کتاب هاست. هزاران تومار ثابت می کنند که آن بهتر از هر متن باستانی دیگری حفظ شده است. کتاب مقدس دو بخش اصلی دارد. نخستین بخش عهد عتیق است که پادشاه طرح خود را پیشگویی می کند. بخش دوم عهد جدید است که پادشاه طرح خود را عملی می سازد. عهد به معنای پیمان، قرارداد یا توافق است. عهد عتیق طرح و برنامه خدا را پیشگویی می کند. عهد جدید تحقق یافتن طرح خدا را ثبت کرده است. تفاوت عهد عتیق و عهد جدید مثل تفاوت پادشاهی بزرگ است که برایتان نامه‌هایی می‌فرستد و پادشاهی که خودش شخصاً به دیدارتان می‌آید. کتاب مقدس اول به خاور میانه آمد، بعد به آفریقا، آسیا و اروپا، در نهایت به آمریکا و سراسر جهان رسید. انبیا از خاور میانه بودند، اما ماجراها و پیغامی که نوشتند برای هر ملتی است، برای هر خانواده‌ای، برای هر شخصی، برای شما. اگر می توانستیم در دل زمان و مکان به گذشته سفر کنیم و عقب برویم به پیش از این که آدم‌ها، گیاهان یا ستارگان وجود داشته باشند، می توانستیم شاهد قدرتی باشیم که در پس نخستین کلمات کتاب مقدس وجود دارد. در آغاز خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. امروزه بسیاری از مردم فکر می کنند جهان و تمام شگفتی‌های آن بدون خالقی به وجود آمده است، اما نظریه‌های آنها این طرح پیچیده و نظم قابل پیشبینی عالم هستی را توضیح نمی دهد. پادشاه می فرماید آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش سخن می گوید. حالا به دستان خود نگاه کنید. انگشت‌های شستتان را تکان دهید. سعی کنید بدون استفاده از آنها کتاب، جارو یا چکشی را نگه دارید. به ناخن‌ها و مفصل‌ها و پوست دستتان دقت کنید. چه کسی به جز یک استادکار ماهر می توانست چنین ابزارهایی را بسازد؟ چه نوع حکمت و قدرتی برای آفریدن 1 میلیارد کهکشان لازم است؟ یا برای خلق نمودن سلولی زنده با میلیون‌ها بخش پیچیده آن؟ یا برای تنیدن نخهای پیچ در پیچ میکروسکوپی سلولی با کدهای ژنتیکی تا شما به وجود آیید؟ نزدیک به 3000 سال پیش نبی به نام داوود چنین نوشت: تو مرا در رحم مادرم در هم تنیدی، تو را سپاس میگویم زیرا عجیب و مهیب ساخته شده‌ام. آیا مایلید با کسی که شما را شکل داده ملاقات کنید؟ آیا مایلید تا به ابد با خالق و مالک کهکشان‌ها زندگی کنید؟ می توانید. او خود را آشکار ساخته. می خواهد که او را بشناسید. او می خواهد خانواده و جامعه شما نیز او را بشناسند. او دعوتتان می کند که طرحش را درک کنید، محبتش را تجربه نمایید، عظمتش را مشاهده نمایید، تسلیم حکمرانی او شوید و برای جلال او زندگی کنید. اما مجبورتان نمی کند که مطیع او باشید. از همه اینها گذشته او فقط یکی از پادشاهان نیست، او یگان پادشاه است، پادشاه جلال. این ماجرای اوست.
کتاب خدا به شیوه شایسته یک پادشاه آغاز می شود. او نکاتی را می گوید که می خواهد ما بدانیم، نه چیزی بیشتر. در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید. هر آنچه می توانیم ببینیم و لمس کنیم آغازی دارد، اما خالق عالم هستی نه آغازی دارد و نه پایانی. او نادیدنی است، روحی جاودان که در آن واحد می تواند همه جا باشد. او همه چیز را می بیند و می داند. آیا نام او را می دانید؟ خدا نامهای بسیاری دارد، اما معروفترین نام او خداوند است. در زبان اصلی کتاب خدا نام او یهوه است که یعنی کسی که هست یا فقط من هستم. ماجرای خلقت با توصیف پادشاه از زمین اولیه ادامه می‌یابد. زمین بیشکل و خالی بود و تاریکی بر روی ژرفا و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. اکنون زمان آماده شدن سیاره برای انسانها بود. و خدا گفت روشنایی باشد و روشنایی شد. خدا دید که روشنایی نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا کرد. خدا روشنایی را روز و تاریکی را شب نامید. شامگاه شد و بامداد آمد، روز اول. خدا در نخستین روز آفرینش چه کاری کرد؟ او فرمان داد نور تاریکی را بشکافد. بعدها خورشید بر زمین درخشید، اما نه در روز اول. خدا می‌خواهد بدانیم که او خودش منبع نور است. خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. خدا پاک است مثل نور. او آلوده نمی شود. حتی وقتی نور بر چیزهای بسیار کثیف می تابد، همچنان پاک می ماند. خدا کامل است. خدا مقدس است. آیا متوجه شدید چه کسی با خدا در کارگاه خلقت بود؟ روح القدس آنجا بود و سطح آبها را فرو گرفت. کلام او نیز آنجا بود و سخن می گفت. در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود. همه چیز به واسطه او پدید آمد. روح مقدس خدا و کلام همیشه با خدای واحد حقیقی بوده اند. به همین دلیل در مورد پادشاه می توان گفت حتی وقتی تنها خودش وجود داشت، او هرگز تنها نبود. پادشاه در 6 روز پر از نظم جهانی زیبا و شگفت انگیز آفرید. خدا فقط سخن می گفت و شگفتی‌هایی با طرح‌های کامل پدیدار می شدند. خداوند در روز نخست فرمود روشنایی باشد و روشنایی شد. خدا در روز دوم جو زمین را ساخت با آسمانی آبی که می بینیم و هوایی نادیدنی که تنفس می کنیم. خدا آسمان را با ترکیب کاملی از گازهای حیات بخش نظیر اکسیژن و نیتروژن ساخت. در روز سوم خدا فرمود خشکی پدیدار شود. سپس خدا گفت زمین نباتات برویاند و بلافاصله علفها، گیاهان، گلها و میوه‌ها رشد کردند، هر کدام با دانه‌های خودشان. در روز چهارم خدا فرمان داد خورشید و ماه بدرخشند تا نشانه ها باشند برای نمایاندن سالها، ماهها و روزهای زمین. او ستارگان را نیز ساخت. در روز پنجم خدا فرمود آبها از انبوه جانداران پر شود و پرندگان بر فراز زمین پرواز کنند. در روز ششم خدا فرمود زمین جانداران را بر حسب گونه‌هایشان برآورد، چارپایان و خزندگان و وحوش زمین را.
خدا هر مخلوق زنده را قادر ساخت تا فرزندانی از نوع خود تولید کند و از آنها مراقبت به عمل بیاورد و خدا دید که نیکوست. صلح حکم فرما بود. در آغاز حیوانات یکدیگر را نمی کشتند و نمی خوردند. گیاهان غذای آنان را تأمین می کرد. نظم حکم فرما بود. خورشید مانند دستگاهی کوک شده فاصله اش را با زمین حفظ می کرد. ماه از هلال نو به ماه کامل تغییر می کرد. زمین می توانست هوا، آب و زائداتش را به گردش درآورد. قلمرو زمین اگر خوب حکمرانی می شد هیچ چیز نیکویی کم نمی داشت. زمین خانه ایدئال برای انسان می بود. هر روز خلقت به ما سرنخی می دهد از اینکه خدا چگونه است. روز اول به ما نشان می دهد که خدا مقدس است. او پاک است مانند نور. روز دوم خدا قادر مطلق است. او جو زمین را ساخت. روز سوم خدا نیکوست. او هزاران نوع خوردنی را برای ما آفرید. روز چهارم خدا وفادار است. خورشید و ماه در مدارشان باقی میمانند. روز پنجم خدا حیات است. او ماهیان را در دریا و پرندگان را در آسمان نهاد. روز ششم خدا محبت است. پس از آفرینش حیوانات زمان آن بود که مخلوقاتی را شکل دهد تا محبت خود را بر آنان جاری سازد. زمان آن بود که موجودات خاصی را بیافریند تا بتواند بازتاب قدوسیت، نیکویی، وفاداری و محبت او باشد. در روز ششم خلقت پادشاه با خودش یعنی خدا، روح قدوس او و کلمه اش به گفتگو نشست و گفت انسان را به صورت خود و شبیه خود بسازیم و او بر همه زمین فرمان براند. پس خدا انسان را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان را مرد و زن آفرید. وقتی کتاب مقدس میگوید که خدا انسان را به شباهت خود آفرید، منظور این نیست که خدا درست شبیه ماست. منظور این است که ما باید طبیعت و شخصیت او را منعکس کنیم. همانطور که بعدها روی سکه های رومی نقش امپراتور حک می شد، تصویر خدا نیز بر روی انسان حک شد. نخستین مرد و زن با توانایی فکر کردن، دوست داشتن و صحبت کردن آفریده شدند، مانند خالقشان تا بتوانند از رابطه نزدیک با او لذت ببرند. انسان‌ها ساخته نشدند تا برده خدا باشند، بلکه دوستان خدا. خدا با آفریدن انسان‌ها به شباهت خود حکمرانی را به آنان سپرد. انسان به نمایندگی از خدا میبایست بر زمین حکم میراند و از آن مراقبت میکرد تا رازهایش را کشف کرده خردمندانه از منابعش استفاده کند. چنین ظرفیتی انسان را از قلمرو حیوانات جدا میساخت. خدا به حیوانات تنها 2 بعد بخشیده بود، جسم و جان، اما به انسان 3 بعد داده بود، جسم، جان و روح. آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد. جسم صرفاً یک خانه یا یک خیمه است که خدا در آن جان و روح انسان را دمید. جان شامل فهم، احساسات و اراده شخصی انسان بود که به او امکان اندیشیدن، احساس کردن و انتخاب را میداد. روح انسان را به خدا متصل می کرد. جسم انسان را برای ارتباط با دنیای دیدنی تجهیز می نمود، اما روح انسان را قادر به ارتباط با خدای نادیدنی می کرد. خداوند می خواست انسان او را بشناسد. قرار بود انسان گنجینه خاص خدا باشد. از آنجا که خدا انسان را آفرید، او نه فقط خالق وی بلکه مالک او نیز بود. خداوند خدا انسان نخستین را آدم نامید، یعنی از زمین یا صرفاً انسان.
پس از آن قرار بود خدا نخستین زن را بیافریند، اما پیش از آن میبایست مقدماتی فراهم شود. آدم به خانه و شغلی نیاز داشت. خدا پس از ساختن جسم انسان نخستین از خاک و دمیدن حیات به آن، باغی ساخت در خاور میانه. رودی پاک و زلال درون باغ جریان داشت و یهوه خدا همه گونه درختان چشم نواز و خوشخوراک را از زمین رویانید. درخت حیات در وسط باغ بود و نیز درخت شناخت نیک و بد. یهوه خدا آدم را برگرفت و او را در باغ عدن نهاد تا کار آن را بکند و از آن نگهداری نماید. خداوند خدا از آدم نپرسید که آیا می‌خواهد در باغ عدن زندگی کند یا نه. خدا مالک و خالق انسان بود. او می‌دانست چه چیزی برای انسان بهتر است. باغی که خانه آدم بود پر از لذایذ تمام ناشدنی بود، یعنی چیزهایی برای دیدن، شنیدن، بویدن، لمس کردن و چشیدن. نهرهای درخشان، پرندگان خوشنوا، گلهای معطر، میوه‌های آبدار، سبزیجات ترد، جنگل‌های اسرارآمیز و میلیاردها شگفتی دیگر که میبایست کشف شوند. اما انسان برای چیزی بیشتر آفریده شده بود. خدا آدم را آفرید تا سرکرده نسل بشر باشد. خدا میخواست آدم و خانواده اش تا ابد با او حکمرانی کنند. اما تنها آنانی که در وظایف کوچک وفادار باشند می توانند بر وظایف بزرگ گمارده شوند. پس خدا به آدم نخستین مسئولیتش را داد، یعنی مراقبت از باغ. این باغ مکانی کامل بود. هیچ خار یا علف هرز در آن نبود. آب و هوا عالی بود و خاک حاصلخیز. هنوز باران نباریده بود. به جایش مه از زمین بلند می شد و آن را سیراب می ساخت. خدا به آدم کار دیگری نیز سپرد: نامگذاری حیوانات. خداوند همه مخلوقات را نزد او آورد تا ببیند چه نامی بر آنها می گذارد. این صحنه را تصور کنید: یک جفت حیوان برای تاختن. آدم آنها را بررسی می کند، دستی بر پشتشان می کشد و آنها را اسب می نامد. با شنیدن صدای خالق، پرنده عظیم به سرعت فرود می آید. آدم می گوید عقاب. سپس حیوانی به رنگ نارنجی و پوشیده با نوارهای سیاه از کنار او می گذرد. فکر می کنید آدم آن را چه نامید؟ پس آدم همه چارپایان و پرندگان آسمان و همه وحوش صحرا را نام نهاد. عدن مکانی مناسب برای انسان بود تا به شناخت خالق خیش دست یابد. اکنون زمان آزمایش آدم بود. از همان آغاز خدا و انسان دوست بودند، اما این دوستی میبایست آزموده میشد. خدا آدم را دوست داشت و طرح‌های عالی برای او و خانواده اش در آینده در نظر گرفته بود. از آنجا که خدا طالب انسان بود، نه عروسک خیمه شب بازی، پس قانونی گذاشت تا آدم از آن اطاعت کند. و یهوه خدا آدم را امر کرده گفت: تو می توانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری، اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. این فرمان سختی نبود. آدم می توانست از هر یک از میوه‌های باغ بخورد به جز یکی. آدم با اطاعت از این فرمان ساده می توانست نشان دهد که به خالق خود اعتماد دارد. اگر آدم این فرمان را می شکست، طبق فرمایش خدا چه اتفاقی می افتاد؟ آیا خدا به آدم گفت که اگر از میوه ممنوعه بخورد مجبور به انجام تشریفات مذهبی است و باید آنقدر کارهای خوب انجام دهد تا کارهای بدش را جبران کند؟ آیا خدا چنین چیزی گفت؟ نه، این چیزی نبود که خدا گفت. خدا به آدم فرمود: روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد.
نافرمانی نسبت به قانون خدا گناه نامیده می شود. جریمه شکستن قانون خدا مرگ بود. پادشاه در کتابش این را قانون گناه و مرگ می نامد. قانون پادشاه می گوید گناه باید با مرگ مجازات شود. مرگ به معنای جدایی است. اگر آدم از قانون خدا نااطاعتی می کرد، مثل شاخه‌ای که شکسته می شد، به محض جدا شدن از منبع حیات می مرد. اگر آدم تصمیم می گرفت به جای انجام خواست پادشاه عالم هستی به دلخواه خود عمل کند، این کار طغیان به شمار می آمد و گناه محسوب می شد. گناه به رفاقت انسان با خدا خاتمه می داد. گناه موجب می شد جسم انسان پیر شود و بمیرد. گناه موجب جدایی ابدی روح و جان و جسم انسان از خدا می شد. گناه مرگبار است. پس از آنکه خدا به انسان نخستین شغل و فرمانی برای اطاعت داد، زمان آن رسید که نخستین زن را بسازد. یهوه خدا فرمود نیکو نیست آدم تنها باشد، پس یاوری مناسب برای او میسازم. پس یهوه خدا خوابی گران بر آدم مستولی کرد و در همان حال که آدم خفته بود، یکی از دنده هایش را گرفت و جای آن را با گوشت پر کرد. آنگاه یهوه خدا از همان دنده که از آدم گرفته بود زنی ساخت و او را نزد آدم آورد. آدم گفت این است اکنون استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم. او زن نامیده شود زیرا که از مرد گرفته شد. آیا دقت کردید چه کسی نخستین ازدواج را ترتیب داد؟ بله، خدا بود. زن یعنی گرفته شده از مرد. بعدها آدم همسرش را حوا نامید به معنای مادر همه. خدا از نظر ارزش مرد و زن را برابر ساخت. حوا نیز مانند آدم به شباهت خدا خلق شده بود. او نیز آفریده شد تا خالق و مالکش را بشناسد، شخصیت او را منعکس سازد و برای همیشه از رابطه شاد با او لذت ببرد. و خدا هر آنچه را که ساخته بود دید و اینک بسیار نیکو بود. شامگاه شد و بامداد آمد، روز ششم. و خدا در روز هفتم کار خویش را به پایان رسانید. پس او در هفتمین روز از همه کار خویش بیاسود. چرا خدا در روز هفتم استراحت کرد؟ چون کار او به پایان رسیده بود. همچنین خدا با آفرینش جهان ما در 6 روز و استراحت در روز هفتم هفته 7 روزه را برقرار ساخت. خداوند خدا از آدم و حوا همچون پدری با محبت و دانا مراقبت می کرد. او هر شامگاه به باغ می آمد و با آنها حین قدم زدن حرف می زد. آدم و زنش هر دو عریان بودند و شرم نداشتند. جهانی کامل را تصور کنید که زوجی بی‌نقص در رفاقتی نزدیک با خالق کامل خود در آن ساکن بودند. این وضعیتی است که در آغاز وجود داشت. چه مشکلی پیش آمد؟ پیش از آنکه پی ببریم چه مشکلی بر زمین رخ داد، لازم است چیزهایی را درباره آسمان درک کنیم. این دنیای دیگر که آن را بهشت هم می‌نامند، مکانی است از نور خالص، موسیقی هیجان آور، گفتگوی رضایت بخش و کشف رازها. ساده ترین فعالیت های آسمان به مراتب فراتر از بزرگترین لذت های زمین است. آسمان خانه پادشاه است. جذابترین قسمت این مکان شاد خود پادشاه است. هر گوشه این شهر آسمانی به شکلی طراحی شده تا عظمت او را منعکس سازد.
شهر از طلای ناب و مانند شیشه شفاف بود. بیشترین جزئیات آسمان در آخرین بخش کتاب مقدس به نام کتاب مکاشفه ثبت شده است. خدا به یوحنای نبی اجازه داد به آسمان نگاهی بیاندازد و به او گفت آنچه را که دید بنویسد. تختی پیش رویم در آسمان قرار داشت و بر آن کسی نشسته بود. دور تخت را رنگین کمانی زمردگون فرا گرفته بود. از تخت برق آذرخش برمیخاست و پیش تخت چیزی بود که به دریایی از شیشه میمانست چون بلور. آنگاه نظر کردم و صدای خیل فرشتگان را شنیدم. شمار آنها از هزاران هزار و کرورها کرور بیشتر بود. می گفتند قدوس 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 است خداوند خدای قادر مطلق، او که بود و هست و می آید. فرشتگان موجوداتی از جنس روح هستند. فرشتگان نیز مانند خالقشان برای انسان نادیدنی هستند، به جز زمانی که به مأموریتی فرستاده می شوند و لازم است دیده شوند. پادشاه آسمان فرشتگان را پیش از انسان ساخت. او به ما می‌فرماید و پسران خدا همگی فریاد شادی سر دادند در حالی که شاهد آفرینش جهان بودند. خدا به فرشتگانش این امکان را داد تا او را شناخته و برای همیشه خدمت کنند. فرشتگان برده‌های خدا نبودند. خدا آنان را مانند انسان مجبور نساخت تا تسلیم او باشند. او به دنبال خادمینی مشتاق بود. کتاب مقدس درباره یکی از فرشتگان بلند مرتبه صحبت می‌کند که خدا به او فهم و قدرتی عظیم بخشیده بود. اگر داستان این فرشته را بدانید، آنگاه خواهید دانست که شرارت از کجا می آید. لوسیفر یکی از رؤسای فرشتگان خدا بود. نام او به معنای شخص درخشان است. در کتب انبیا لوسیفر چنین توصیف شده: الگوی کمال، آکنده از حکمت و کامل در زیبایی. سپس لوسیفر به جای نگاه کردن به پادشاه و خالق عظیم خود، شروع کرد به نگاه کردن به خودش. لوسیفر که در اثر زیبایی و هوش خود کور شده و فراموش کرده بود چه کسی او را ساخته، در دل خود گفت تخت خود را فراتر از ستارگان خدا خواهم افراشت و خود را مانند آن متعال خواهم ساخت. لوسیفر میخواست پادشاه باشد، میخواست اراده خودش عملی گردد، نه اراده خدا. گناه وارد جهان شده بود. لوسیفر 1/3 فرشتگان را متقاعد ساخت که به شورش او بپیوندند، اما خدا آنان را از خانه آسمانی خود بیرون انداخت. نام لوسیفر به شیطان تغییر کرد، به معنای متهم کننده. او همچنین ابلیس که فریبکار است نامیده می شود. فرشتگان شریر دیو نامیده می شوند. خدا در یک مکان تاریک زندانی برای ابلیس و دیوهایش آماده کرده است. آن مکان جهنم و دریاچه آتش نامیده می شود. آنجا مکان جدایی ابدی از خداست. یک روز شیطان و تمام دیوهایش برای همیشه به آن زندان افکنده خواهند شد. پس ارواح شریر پس از اخراجشان توسط خدا به کجا رفتند؟ آنها به جو زمین نقل مکان کردند. شیطان در آنجا فرشتگانش را ردبندی کرد. به همین دلیل کتاب مقدس شیطان را رئیس قدرت هوا و همان روحی می نامد که همکنون در سرکشان عمل می کند. ابلیس و دیوهایش برای ما نادیدنی هستند، اما واقعیت دارند. آنها از هر نوع نیرنگ و فریبی استفاده می کنند تا مردم را وادار سازند به قلمرو تاریکی آنها ملحق شوند. آنها از هیچ کاری برای نابودی شما فروگذار نمی کنند. شیطان خود را به شکل فرشته نور در می آورد.
دشمن شما ابلیس همچون شیری قران در گردش است و کسی را می جوید تا ببلعد. حال بیایید بازگردیم به داستان نخستین اجدادمان. زندگی آدم و حوا پر از ماجراجویی و هدف بود. هر روز پر از شگفتی بود، زیرا باغ وسیع خود را کند و کاو می کردند. هر روز عصر شگفت انگیزتر نیز می شد، زیرا خالق و مالکشان با آنها افتخار می داد و شخصاً به دیدارشان می رفت. آنها چقدر دوست داشتند با او صحبت کنند. مرد و همسرش در باغ خود بسیار خوشبخت بودند. اما شیطان خوشحال نبود. او از خدا و این دو مخلوقی که بازتاب تصویر خدا بودند متنفر بود. بنابراین ابلیس که در تصرف قلمرو آسمان شکست خورده بود، دسیسه چید تا قلمرو زمین را به تصرف درآورد. تنها کافی بود آدم سرکرده نسل بشر را بفریبد تا قانون خدا را بشکند، اما او مستقیما آدم را فریب نداد. یک روز حوا صدایی شنید. آدم نبود، خدا هم نبود، یک مار بود. او اصلا نمیدانست که دشمن خدا از مار استفاده می کند. همینطور نمیدانست شیطان میخواهد با استفاده از او آدم را وسوسه کند تا قانون خدا را بشکند. مار صبورانه منتظر مانده بود. چشمان حیله‌گر او زن را تعقیب میکرد. سپس با صدای زمزمه کننده اش به زن گفت: آیا خدا به راستی گفته است که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟ شیطان میخواست حوا به کلام خدا شک کند. در این حال میخواست او فکر کند که خدا چیز نیکویی را از او و همسرش دریغ داشته است. زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم، اما خدا گفته است از میوه درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: به یقین نخواهید مرد، بلکه خدا میداند روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسنده نیک و بد خواهید بود. حوا چه میبایست بکند؟ خدا به آدم و حوا آزادی بخشیده بود تا بین انجام اراده او و اراده خودشان یکی را انتخاب کنند. او میخواست آدم و حوا به او اعتماد کنند، حتی زمانی که دلایلی را که در پس قانون او بود درک نمی کردند. تنها خدا می توانست عواقب وحشتناک و گسترده شرارت را پیش بینی کند. به همین علت او به آدم گفته بود: اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. اما اکنون مار به زن گفته بود: به یقین نخواهید مرد. حوا باید به چه کسی توکل میکرد؟ به خالقش یا به یک مخلوق؟ این چیزی است که اتفاق افتاد. چون زن دید که آن درخت خوش خوراک است و چشم نواز و درختی دلخواه برای افزودن دانش، پس از میوه آن گرفت و خورد و به شوهر خویش نیز که با وی بود داد و او خورد. زن آن را خورد، مرد هم آن را خورد. حوا از میوه ممنوعه خورد چون فریب حقه‌های شیطان را خورده بود. آدم از آن خورد چون آگاهانه تصمیم گرفت به جای راه خدا در پی راه خودش برود. نوع بشر به جای سرسپردگی به خالق قدوس و پرمحبت خود را تسلیم دشمن کردند. نخستین والدین ما گناه کردند. آدم به عنوان سرکرده نسل بشر برگزیده شده بود. خدا به او فرمان داده بود که از میوه درخت شناخت نیک و بد نخورد. آدم و حوا تنها زمانی اثرات وحشتناک انتخاب خود را احساس کردند که آدم آن میوه نامشروع را گاز زد.
آنگاه چشمان هر دوی آنها باز شد و دریافتند که عریانند. پس برگ‌های انجیر به هم دوختند و لنگ‌ها برای خویشتن ساختند. آنها احساس کردند از درون و بیرون ناپاکند. گناه شرمساری آورد. پیش از آن که آدم و حوا قانون خدا را بشکنند، آنها خدا آگاه بودند و شرم نداشتند. آنها این افتخار را داشتند تا همراه خالقشان باشند و دوست او باشند. اما زمانی که از میوه درخت شناخت نیک و بد خوردند، شرمسار و خود آگاه شدند. شرم جای عزت را گرفت. آنها سعی کردند با برگ‌های انجیر شرم خود را بپوشانند، اما هیچ تلاشی مشکلشان را حل نمی‌کرد. آنها برای خلاصی از شر گناه درمانده بودند. آنها در احیای عزتی که از دست داده بودند ناتوان بودند. بعد از ظهر بود. به زودی خالق مهربان و قدوس آنها برای دیدار شامگاهی از راه می‌رسید. خدا به آنها چه می گفت؟ آنها چه می توانستند به خدا بگویند؟ آدم و حوا پیش از نااطاعتی از خدا، هر بار که خالق و دوستشان برای ملاقات آنها می آمد، از دیدارش لذت می بردند. اکنون ترسان بودند و صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ می خرامید و آدم و زنش خود را از حضور یهوه خدا پنهان کردند. آدم و حوا درست همانند بچه‌های نامطیع تلاش کردند از خالقشان پنهان بمانند، ولی یهوه خدا آدم را ندا در داده گفت: کجا هستی؟ گفت: صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، زیرا که عریانم، از این رو خود را پنهان کردم. خدا گفت: که تو را گفت که عریانی؟ آیا از آن درخت که تو را امر فرمودم از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت: این زن که به من بخشیدی تا با من باشد، او از آن درخت به من داد و من خوردم. آنگاه یهوه خدا به زن گفت: این چه کار است که کردی؟ زن گفت: مار فریبم داد و من خوردم. چرا آدم و حوا می‌خواستند خود را از خدا پنهان سازند؟ چون گناه کرده بودند. چرا دیگران را برای گناهشان سرزنش می‌کردند؟ چون شرمسار بودند. آدم و حوا دیگر تصویر قدوس خدا را نمایان نمی‌ساختند. نخستین زوج شبیه شاخه درخت زنده‌ای بودند که از آن جدا شده است. گناه آنها رابطهشان را با پادشاه عالم هستی قطع کرده بود. آنها از لحاظ روحانی مرده بودند. گناهشان آنها را از سرچشمه حیات جاودانی جدا ساخته بود. آنها از لحاظ جسمانی هنوز زنده بودند، اما فرایند پیر شدن در جسمشان آغاز شده بود. قدرت مرگ به جسمشان حمله ور شده بود. علت این مرگ و ویرانی چه بود؟ گناه. خداوند و انسان در ابتدای تاریخ بشر با هم بودند. صلح و شادی حکم فرما بود. انسان قانون خدا را شکست. در همان روزی که آدم و حوا گناه کردند، خدا برخی از عواقب گسترده گناهشان را اعلام کرد.
به زن فرمود با درد فرزندان خواهی زایید، اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو فرمان خواهد راند. پیش از باز شدن پای گناه به ماجرا، حوا از محبت عاری از خودخواهی شوهرش لذت می برد، اما اکنون طبیعت گناهکارشان نزاع و درد را وارد شادی‌های ازدواج کرده بود. سپس خدا به آدم گفت به سبب تو زمین ملعون شد، با رنج از آن خواهی خورد، برایت خار و خس خواهد رویانید، با عرق جبین نان خواهی خورد، تا آن هنگام که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی، چرا که تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت. آدم و حوا به خاطر گناهشان حکمرانی بر زمین را از دست دادند. اکنون دنیایشان شامل خارها، درد، اندوه، بیماری و مرگ بود. برخی از ما آنقدر به این بدبختی ها عادت کرده ایم که آن را عادی تلقی می کنیم. اما آیا این جزو طرح اصلی خدا بود که بوته‌های رز خوشبو تیغ داشته باشند؟ یا می‌خواست تولد حیرت انگیز بچه‌ها با دردی شدید همراه باشد؟ یا این مخلوقات آفریده شده به شباهت خدا پیر شده و بمیرند؟ نه، علت آن گناه انسان بود که موجب شد زمین زیر لعنت خدا قرار گیرد. نژاد انسان گناه کرده بود و باید می‌مرد. قانون گناه و مرگ این را می‌طلبید. مرگ جدایی است. گناه موجب 3 جدایی می‌شود. 1. مرگ روحانی، جدایی روح انسان از خدا. 2. مرگ جسمانی، جدایی روح و جان انسان از بدن او و از عزیزانش. 3. مرگ ابدی، جدایی روح و جان و جسم انسان از خدا در دریاچه آتش برای همیشه. انسان هیچ راهی نداشت تا خودش را از لعنت گناه نجات بخشد. آیا امیدی بود؟ شیطان گنجینه خاص خدا را دزدیده بود، اما پادشاه طرحی برای بازخرید آن داشت. از آنجا که بهای آزادی که پادشاه قصد پرداختش را داشت بالا بود، نه دیوها و نه انسانها قادر به درک طرح او نبودند مگر بعد از تحقق یافتنش. در همان روزی که شیطان نسل بشر را اسیر خود ساخت، خدا به مار گفت چون چنین کردی از همه چارپایان و همه وحوش صحرا ملعون تری، بر شکمت خواهی خزید و همه روزهای زندگیت خاک خواهی خورد. زمانی که خدا مارها را خلق کرد آنها دارای پا بودند، اما از آنجا که مار مورد استفاده شیطان قرار گرفت تا باعث گناه انسان شود، خدا او را لعنت کرد تا بر زمین بخزد. آیا می دانستید مارهای پیتون و بوآب برآمدگی های ظریفی در زیر پوستشان دارند، جایی که زمانی پای آنها بود؟ خدا با پستر ساختن مارها به نسل بشر یک یادآوری ارائه کرد که او مار را، همان مار کهن که ابلیس یا شیطان نام دارد، خرد خواهد کرد. سپس خدا به شیطان که از مار استفاده کرده بود گفت میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. این نخستین نبوت از نبوت‌های بسیاری بود که خدا می‌خواست در آنها طرح خود را برای نجات انسان از گناه و مرگ آشکار سازد. اما پادشاه برای مخفی ساختن طرح خود از شیطان نبوت‌ها را به رمز عنوان کرد. خدا وعده داد که از نسل زن نجات دهنده‌ای را به زمین خواهد فرستاد. قرار بود این نجات دهنده مادری انسانی داشته باشد، اما نه پدری انسانی. او مسیح شناخته خواهد شد، شخص برگزیده. شیطان پاشنه مسیح را خواهد زد، اما مسیح سر شیطان را خواهد کوبید. معنی همه اینها چه بود؟
پادشاه بعداً آن را روشن خواهد ساخت. اما در حال حاضر خدا بارقه‌ای از امید را به آدم و حوا نشان داد. بعداً یکی از انبیای آن پادشاه نوشت: مردمی که در تاریکی گام برمی داشتند نوری عظیم دیدند. اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زاد و او را امانوئیل نام خواهد نهاد. پادشاه گنجینه خاص خود را باز خرید می نماید، اما هزینه این کار چه می باشد؟ به یاد دارید آدم و حوا پس از خوردن میوه ممنوعه چه کردند؟ آنها پوششی برای خود ساختند. آیا این پوشش باعث می شد که در حضور خدا احساس راحتی کنند؟ نه، آنها هیچ راهی برای عادل ساختن خود نزد خدا نداشتند. بنابراین خدا کاری برایشان انجام داد. یهوه خدا پیراهن‌های از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید. چه کسی برای نخستین بار حیوانی را قربانی کرد؟ خدا تعدادی از حیوانات را کشت، رخت‌هایی از پوست ساخت و بر تن آدم و حوا کرد. خدا با این کار به آنها درس‌های بنیادی می‌آموخت درباره عدالت، رحمت و فیض خود. بیایید درباره این سه کلمه مهم فکر کنیم. عدالت. به حیوانات مرده نگاه کنید. چرا خدا آنها را قربانی کرد؟ او چنین کرد تا به آدم و حوا نشان دهد که قانون گناه و مرگ باید حفظ شود. گناه آنها باید با مرگ مجازات میشد. این عدالت است. رحمت. به آدم و حوا نگاه کنید. آیا خدا آنها را کشت؟ نه، خدا حیواناتی تدارک دید تا به جای آنها بمیرند. این روش خدا برای مجازات گناه آنها بدون مجازات کردن خودشان بود. این رحمت است. فیض. حال به لباس آنها نگاه کنید. آیا این دو قانون شکن سزاوار چنین هدیه‌ای بودند؟ نه، اما خدا مهربانی خود را با پوشاندن آنها در پوست حیوانات قربانی نشان داد. این فیض است. آدم و حوا به خاطر کاری که خدا برای آنها کرد دوباره از اینکه با خدا هستند خوشحال بودند. خون حیوانات گناه آنان را پوشاند. آدم و حوا آن روز شایسته مرگ بودند، اما حیوانات بیگناه به جای آنها مرده بودند. پوست حیوانات ردای پوشاننده شرم آنان بود. یک بار دیگر آدم و حوا در حضور خدا احساس راحتی می کردند. بعداً یکی از انبیای خدا نوشت: جان من در خدایم به وجد می آید، زیرا مرا به جامه نجات ملبس ساخته و ردای پارسایی به من پوشانیده است. تنها خدا راهی برای پارسا ساختن دوباره یک گناهکار دارد. وقتی خدا فرشتگان شورشی را از آسمان اخراج کرد، حکم آنان قطعی بود. اما برای انسانهای گناه آلود خداوند طرحی برای بازگرداندن آنها داشت، تنها به این شرط که به او اعتماد کنند. با وجود این گناه عواقبی دارد. درست به همان شکل که خداوند لوسیفر و فرشتگان شریرش را از فردوس آسمانی اخراج کرد، آدم و زنش را نیز از فردوس زمینی بیرون کرد. خداوند خدا در جانب شرقی باغ عدن فرشتگانی نیرومند مستقر ساخت و شمشیری آتشبار را که به هر سو می‌گشت تا راه درخت حیات را نگاهبانی کند. درخت حیات درخت خاص دیگری در وسط باغ بود. تنها افراد کامل و بی‌عیب می‌توانستند از آن بخورند. آدم و حوا دیگر کامل نبودند. آنها گناه کرده و ناگزیر پیر شده و می‌مردند. خدای خالق و عظیم قدوس است، یعنی اینکه او پاک و عادل است. او به واسطه طبیعت قدوس و قوانین مقدسش باید گناه را با مرگ مجازات نماید، یعنی جدایی از سرچشمه حیات. برخی فکر می‌کنند که خدا آنقدر عظیم است که می‌تواند قوانینی را که خودش مقرر کرده نادیده بگیرد.
دادگاهی را در نظر بگیرید که قاضی در آنجا از اجرای قوانین آن مملکت سر باز می‌زند. آیا می‌توان گفت چنین قاضی فردی برجسته است؟ مسابقه فوتبالی را تصور کنید که داور مسابقه قوانین بازی را نادیده می‌گیرد. او را داور برجسته‌ای می‌نامید یا داوری بد؟ شیطان می‌خواست حوا باور کند که خالقش قوانین خود را اجرا نمی‌کند. اما پادشاه و داور عادل همواره سر حرف خود می‌ماند. خدا عظیم است. می‌توانید به او توکل کنید. عدل و انصاف اساس تخت توست. محبت و وفاداری پیش رویت می‌خرامند. شیطان و انسان چه کاری می‌توانند بکنند که خداوند خدا نمی‌تواند انجام دهد؟ پاسخ خدا این است: عهد خود را بی حرمت نخواهم ساخت و آنچه را از دهانم صادر شد تغییر نخواهم داد. به قدوسیت خود دروغ نخواهم گفت. پادشاه عالم هستی نمیتواند از کلام خود برگردد. در بیرون از باغ دنیا هنوز جای زیبایی بود، اما شامل چیزهای بدی همچون گیاهان خاردار، حشرات موذی، بیماری‌ها، زخم و آسیب هم بود. بسیاری از حیوانات دیگر رفتار دوستانه‌ای نداشتند. غذا به سادگی به دست نمی آمد. آدم و حوا برای سیر کردن شکم گرسنه خود باید سخت کار می کردند. آنها در عین حال لحظات شاد و خوشی هم داشتند. آدم زن خود حوا را بشناخت و او باردار شده قائن را زایید و گفت به یاری خداوند مردی حاصل کردم. حوا نام نخستین فرزند خود را قائن نامید، یعنی دارایی. شاید او پیش خود فکر میکرد پسرش باید همان نجات دهنده موعود باشد، اما خیلی زود دریافت که پسر کوچک بامزه او درست مانند والدین خود خیره سر و خود محور است. بعدها وقتی پسر دومشان به دنیا آمد او را هابیل نامید، یعنی پوچی یا نیستی. آدم و حوا قادر نبودند آن فرزند بیگناه از نسل زن را به دنیا آورند که انسانها را از گناهانشان نجات بخشد. نسل آدم و حوا به جای بازتاب تصویر خدا، طبیعت گناه آلود خود را منعکس می ساختند. آدم پسران و دختران دیگری شبیه خود و به صورت خود آورد. آیا می بینید قائن طالبی را از دست برادر کوچکش می قاپد؟ او همانند والدینش رفتار می کند که میوه‌ای را که مال آنها نبود ربودند. آدم و حوا فرزندانشان را آلوده کرده بودند. گناه به واسطه یک انسان وارد جهان شد و به واسطه گناه مرگ آمد و بدین انسان مرگ دامنگیر همه آدمیان گردید. یک مثل آفریقایی میگوید یک موش تنها میتواند فرزندانی بزاید که زمین را میکنند. یک ضرب المثل عربی نیز به همین حقیقت اشاره میکند. جوجه اردک روی آب شناور است. وقتی والدین نخستین ما گناه کردند، شبیه شاخه‌ای بریده از درخت شدند. درست همانطور که هر شاخه کوچک تحت تأثیر قرار میگیرد، هر عضوی از نسل آدم نیز تحت تأثیر گناه او قرار دارد. مدتها پس از مرگ آدم، داوود نبی چنین نوشت: به راستی که تقصیرکار زاده شده ام و گناهکار از زمانی که مادرم به من آبستن شد. شاید دوست نداشته باشیم این را بشنویم، اما میدانیم که حقیقت دارد. آدم و حوا دختران و پسران زیادی داشتند، اما کتاب مقدس روی ماجرای 2 پسر اول آنها متمرکز است.
هابیل گله‌بان بود و قائن کشتگر زمین. هابیل و قائن هر دو کارگران خوبی بودند. هر دو می‌خواستند خدا آنها و پرستششان را بپذیرد. هر دو گرفتار همان مشکل بودند، یعنی گناه. آنها نه تنها گناهکار متولد شدند، بلکه همچون گناهکاران زندگی می‌کردند. آنها هر روز به شکلی فکر، صحبت و عمل می‌کردند که نمایانگر ذات پاک و پرمحبت خدا نبود. پادشاه جهان این را در کتابش گناه می‌نامد. همه گناه کرده اند و از جلال خدا کوتاه می‌آیند. آیا راهی وجود داشت که خدا قائن و هابیل را ببخشد و ایشان را پارسا به شمار بیاورد؟ بله، اما این کار هزینه بسیار سنگینی داشت. بدون ریختن خون آمرزشی نیست. قانون غیر قابل نقض عالم، یعنی قانون گناه و مرگ، باید اجرا می شد. گناه باید با مرگ مجازات می شد. به همین خاطر روش پادشاه برای آمرزش مستلزم پرداخت بها با مرگ بود. با وجود اینکه گناهکار مستحق مردن بود، خدا خون برخی حیوانات نظیر بره را به جای آن پذیرفت. بره نباید مریض، زخمی یا کثیف می بود، بلکه می بایست سالم و تمیز باشد. می بایست بره کامل باشد. بره کشته و سوزانده می شد. بره قرار بود به جای فرد گناهکار و خطاکار بمیرد. در واقع بره جانشین گناهکار بود. یک روز هر دو برادر هدایایی برای خدا آوردند. پس از چندی قائن هدیه‌ای از محصول زمین برای خداوند آورد. ولی هابیل از نخست‌زادگان گله خیش و از بهترین قسمت‌های آنها هدیه‌ای آورد. فکر می‌کنید خدا کدام هدیه را پذیرفت؟ نگاهی به برادرها بیندازید. به آنچه برای تقدیم به خدا آورده اند نگاه کنید. به مذبح نگاه کنید. مذبح سکوی بلند بود که معمولاً از سنگ و خاک ساخته می شد. اینجا مکان مرگ بود. مذبح هدیه را میان زمین و آسمان، بین خدا و انسان نگه می داشت. هر هدیه‌ای بر مذبح می بایست با آتش سوزانده می شد. خدا همواره بر عدالت تاکید دارد، اما می‌خواهد رحمتش را نشان دهد. او چطور می‌توانست هر دو را انجام دهد؟ چگونه می‌توانست گناه را بدون مجازات گناهکار مجازات نماید؟ سالها بعد خدا به نبیش موسی فرمود: حیات هر جاندار در خون است و من آن را بر مذبح به شما داده‌ام تا برای جانهای شما کفاره کند، زیرا خون است که به واسطه حیاتش کفاره می‌کند. او باید دست خود را بر سر قربانی تمام سوز بگذارد و برایش مقبول خواهد افتاد تا به جهت او کفاره کند. کفاره به چه معناست؟ آن با پرداخت بهای آزادی سر و کار دارد، به طوری که گناهان پوشانیده شود. خدا در روزگار عهد عتیق به مردم گفت که خون ریخته شده بره، قوچ، بز، گاو نر و کبوتر سالم را به عنوان بهای گناهانشان میپذیرد. چنین خونی قرار بود کفاره یا پوششی برای گناهان فراهم آورد، اما تنها تا روزی که خدا قربانی کاملی تدارک ببیند. حال به قائن و آنچه که او برای خدا آورده نگاه کنید. مجموعه زیبا از میوه‌ها و سبزیجات. چقدر سخت کار کرده بود تا این هدایا را تهیه کند، اما اینها قادر به پوشاندن گناهان او نبودند، زیرا نه خونی داشتند و نه مرگی تا بهایی پرداخت شود. به هدیه هابیل نگاه کنید. چه منظره غم‌انگیزی! بره کوچک بسته شده و قرار است بمیرد. آیا می‌بینید که هابیل دستش را بر سر بره گذاشته؟ چون هابیل به طرح خدا ایمان داشت، خدا گناهان هابیل را برگرفت و آنها را بر بره نهاد. هابیل خدا را شکر می‌کند، زیرا با وجود آنکه سزاوار جریمه مرگ بود، خدا خون بره را به عنوان پوشش گناهان او می‌پذیرد.
قانون خدا مستلزم این بود که همه گناهکاران با مرگ مجازات شوند، اما خدا در عدالت و رحمتش مرگ بره را به جای آنها میپذیرفت. خدا این را قانون قربانی گناه مینامد. قانون قربانی گناه هابیل را از قانون گناه و مرگ آزاد ساخت. اما قائن چطور؟ آیا مذبح قائن را می‌بینید؟ چه چیزی بر آن است؟ محصولاتی پلاسیده. حال به مذبح هابیل نگاه کنید. چه چیزی روی آن است؟ خون و خاکستر. خدا در مورد این دو برادر و پرستش آنها چه فکر می‌کند؟ خداوند هابیل و هدیه او را منظور داشت، ولی قائن و هدیه‌اش را منظور نداشت. به ما گفته نشده که خدا چگونه نشان داد که قربانی هابیل را پذیرفت. کتاب مقدس میگوید و ایمان باعث شد که قربانی هابیل بیشتر از قربانی قائن مقبول خدا گردد و او با آن ایمان در حضور خدا عادل محسوب شد، زیرا خدا هدایای او را قبول فرمود. هابیل به خاطر اعتماد به خدا و طرح او بود که بخشیده و پارسا شمرده شد. این هدیه خدا به هابیل بود. خدا گناهان او را بر بره قرار داده بود. بره به جای هابیل مرد. خون بره ریخته شده بود و بدن او سوخته و تبدیل به خاکستر شد. خشم عادلانه خدا علیه گناه به جای هابیل بر آن بره قرار گرفته بود. چرا خدا از بره قربانی شده هابیل خوشنود بود؟ چون این اشاره به نجات دهنده‌ای داشت که قرار بود روزی بدهی گناه جهان را بپردازد. اکنون هابیل به واسطه ایمانش به طرح خدا در رابطه‌ای درست با خدا قرار گرفت. بعدها وقتی هابیل مرد، به جای آنکه برای همیشه از خدا جدا شود، میرفت تا با خدا باشد که اکنون دوست او بود. قانون قربانی گناه بر قانون گناه و مرگ پیروز شد. قائن با دعاهایش به نزد خدا رفت، اما قانون خدا را نادیده گرفت که میگوید گناه باید با مرگ مجازات شود. قائن شخصی مذهبی بود، اما رابطه درستی با خدا نداشت. هنوز قانون گناه و مرگ همچون ابری سیاه بر او سایه افکنده بود. اگر به خدا و طرح او اعتماد نمی کرد، هرگز نمی توانست خدا را همچون دوست خود بشناسد. او با خدا همچون داور خود مواجه خواهد شد. قائن می توانست مقداری از سبزیجات خود را با یکی از بره های هابیل مبادله کند، یا می توانست دست خود را بر بره هابیل بگذارد و در همان مذبح خدا را بپرستد. قائن چه کرد؟ آیا او توبه کرد و با هدیه درست نزد خدا بازگشت؟ خداوند هدیه قائن را رد کرده بود، اما هنوز او را دوست داشت و او را تشویق به توبه می کرد. توبه یعنی چه؟ تصور کنید که قصد دارید به شهر مشخصی سفر کنید. پس از سوار شدن به قطار متوجه می شوید که سوار قطار اشتباهی شده اید. چه می کنید؟ اشتباه خود را می پذیرید. از قطار پیاده شده سوار قطار درست می شوید. این یعنی توبه. توبه یعنی تغییر دادن ذهن، دست کشیدن از آنچه دروغ است و پذیرش آنچه حقیقت است. توبه کردن در حضور خدا به این معناست که باید گناه خود را آنچنان که خدا می‌بیند ببینیم. خدا می‌خواست قائن توبه کند، یعنی از تکیه به راه‌های خودش دست بردارد و به راه‌های خدا تکیه کند و از آنها پیروی نماید. پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت. آنگاه خداوند به قائن گفت از چه سبب خشمگینی و چرا دلریش گشته ای؟ اگر آنچه را که نیکوست انجام دهی آیا پذیرفته نمی شوی؟ ولی اگر آنچه را که نیکوست انجام ندهی گناه بر در به کمین نشسته. قائن مغرورتر از آن بود که توبه کند. او به خاطر برادرش رسوا شده بود.
او می‌خواست خود را از این رسوایی برهاند و آبرویش را به روش خودش احیا نماید. قائن به برادر خویش هابیل گفت بیا تا به صحرا برویم و چون در صحرا بودند قائن بر برادرش هابیل برخاست و او را کشت. آنگاه خداوند به قائن گفت برادرت هابیل کجاست؟ گفت نمیدانم، مگر من نگهبان برادرم هستم. خداوند فرمود چه کرده ای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمی آورد. روح و جان هابیل رفته بود تا با خدا باشد، اما بدن او به خاک باز میگشت تا روزی در آینده خدا آن خاک را به بدنی پرجلال و مناسب ابدیت تبدیل نماید. در مورد قائن خدا به او فرصتی دوباره برای توبه بخشید، اما او آن را رد کرد. پس قائن از حضور خداوند بیرون رفت. قائن با روحیه متمرد و مغرور به سمت شرق رفت و شهری بنا کرد. او و همسرش فرزندان بسیاری داشتند. نوادگان آنها کسانی بودند که نخستین ابزارهای فلزی و آلات موسیقی را ساختند. نسل قائن بسیار باهوش بودند، اما خدا را نمی شناختند. ده نسل طولانی پس از آنکه آدم نخستین گناه را مرتکب شد، خدا در مورد خانواده بشری چنین گزارش غم‌انگیزی داد: شرارت انسان بر زمین بسیار است و هر نیت اندیشه های دل او پیوسته برای بدی است و بس. اما یک خانواده در جهان هنوز به خدا توکل داشت. نوح در نظر خداوند فیض یافت. پس خدا به نوح گفت: پایان تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا زمین به سبب آنان آکنده از خشونت شده است. اینک آنان را با زمین نابود خواهم کرد. پس برای خود کشتی از چوب کوفر بساز و حجره‌هایی در آن بنا کن و درون و بیرونش را قیراندود نما. آن را این گونه بساز: این کشتی بزرگ و 3 طبقه که طولش 1.5 برابر زمین فوتبال بود، جای کافی برای سکونت 1 جفت از همه انواع حیوانات و 7 جفت از حیوانات برای قربانی گناه داشت. کشتی دارای یک سیستم تهویه و یک در بزرگ بود. نوح به همراه همسر خود، 3 پسر و همسران ایشان به مدت 1 قرن کامل مشغول ساختن کشتی بود. نوح به مردم دنیا هشدار می‌داد که داوری خدا خواهد آمد، اما مردم فقط او را مسخره می‌کردند. سرانجام کشتی آماده شد. خانواده نوح آذوقه مورد نیاز را در آن انبار کرده بودند. خدا حیوانات را به کشتی آورد. چه منظره شگفت انگیزی بود آن هنگام که آنها وارد کشتی می شدند. نوح و خانواده اش نیز داخل شدند. آیا کس دیگری هم به این مکان امن آمد؟ نه. سپس خدا در را بست. ابرهای خشمگین کره خاکی را پوشاندند و رعد و برق آسمان تیره را روشن می‌کردند. در همان روز همه چشمه‌های ژرفای عظیم فوران کرد و پنجره‌های آسمان گشوده شد و باران 40 روز و 40 شب بر زمین فرو بارید. این بدترین بلای طبیعی در تاریخ بود. به غیر از آن 8 نفری که در کشتی پناه گرفته بودند، تمام بشریت هلاک شد. دنیای مغرور و بی ایمان حقیقت را خیلی دیر آموخت.
بقایای فسیل ها و گزارش های زمین شناسی روایت کتاب مقدس را تایید می کنند. از صحرای آفریقا گرفته تا کوههای هیمالیا می توان فسیل های دریایی را در بیابان ها و کوه های وسیع زمین یافت. خدا به خاطر رحمتش صبور است، اما در عدالتش گناه را داوری می کند. پس چه اتفاقی برای نوح، خانواده‌اش و حیوانات درون کشتی افتاد؟ آنها از داوری خدا نجات یافتند. خدا نوح و همه وحوش و چارپایان را که با او در کشتی بودند به یاد آورد و خدا بادی بر زمین وزانید و آب فروکش کرد. آن کشتی عظیم همچنان شناور بود تا بر کوه آرارات قرار گرفت که کوهی در شرق ترکیه است. نوح 3 بار کبوتری را فرستاد تا ببیند آیا خشکی یافت می شود یا نه. بار اول کبوتر بازگشت. بار دوم با برگ زیتونی بر منقارش برگشت. بار سوم کبوتر بر نگشت. او آشیانه یافته بود. نوح پی برد که زمان خروج از کشتی فرا رسیده است. از زمانی که طوفان آغاز شده بود 1 سال کامل می گذشت. آیا می دانید نوح پس از خروج خانواده اش از کشتی نخستین کاری که کرد چه بود؟ نوح مذبحی برای خداوند بنا کرد و از همه چارپایان طاهر و از همه پرندگان طاهر گرفته قربانی های تمام سوز بر مذبح تقدیم کرد. عدالت و رحمت خداوند تغییر نکرده بود. جریمه گناه هنوز مرگ بود. به همین دلیل نوح خون مخلوقات بیگناه را ریخت و بدنهایشان را بر مذبح سوزانید. چنین قربانی هایی به مسیح بیگناه اشاره داشتند که میبایست روزی به زمین می آمد تا بهای واقعی برای گناه را فراهم نماید. آنگاه خدا نوح و پسرانش را برکت داد و به ایشان فرمود بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید. همچنین خداوند خدا عهدی با سیاره زمین بست. رنگین کمان خود را در ابر قرار دادم و آن نشان عهدی خواهد بود که میان من و زمین است. آبها دیگر هرگز سیل نخواهد شد تا هر زی جسد را هلاک کند. خدا به عنوان مظهر عهد خود رنگین کمانی با شکوه را بر فراز آسمان نمایان ساخت. خدا وعده داد که دیگر هرگز سیلی جهانی نخواهد فرستاد. رنگین کمان یادآوری می کند که خدا خواه به جهت تنبیه و خواه به جهت حفاظت همیشه به وعده های خود عمل می کند. همیشه. اکثر افراد حتی وقتی از موهبت آغازی جدید بهره‌مند شدند، پس از چند نسل به خداوند پشت کردند تا راه‌های خود را دنبال کنند. خدا به انسانها امر فرموده بود که پراکنده شوند و زمین را پر سازند. اما انسان چه کرد؟ کتاب مقدس می‌فرماید تمامی زمین را یک زبان بود. چون مردم از مشرق کوچ می‌کردند، در سرزمین شنعار در عراق امروزی دشتی هموار یافتند و در آنجا ساکن شدند. آنان به یکدیگر گفتند بیایید خشت‌ها بزنیم و آنها را خوب بپزیم. ایشان را خشت به جای سنگ و قیر به جای ملات بود. آنگاه گفتند بیایید شهری برای خود بسازیم و برجی که سر بر آسمان ساید و نامی برای خود پیدا کنیم، مبادا بر روی تمامی زمین پراکنده شویم. سازندگان این شهر می‌خواستند مردم به جای ستایش نام عظیم خداوند آنان را بستایند. آنان نیز همچون شیطان تحت حاکمیت روحیه غرور و تمرد قرار داشتند. ایشان با اقدام به ساختن برجی که سر به آسمان ساید شبیه مردم مذهبی امروز بودند که امیدوارند با تلاش‌های خود به آسمان برسند. این مردم نیز همانند قائن مذهبی بودند، اما از روش خدا برای بخشش و عادل شمردگی غافل بودند. آنها به خدا و نقشه او اعتماد نکردند. پس خدا فرمود اکنون فرود آییم و زبان ایشان را مغشوش سازیم تا سخن یکدیگر را در نیابند.
به این شکل خداوند آنان را بر روی تمامی زمین پراکنده ساخت و از ساختن شهر باز ایستادند. از این رو آنجا را بابل نامیدند، زیرا در آنجا خداوند زبان همه جهانیان را مغشوش ساخت. از آنجا خداوند ایشان را بر روی تمامی زمین پراکنده کرد. خداوند به هر خاندان یا طایفه‌ای زبانی متفاوت داد و با این کار طرح ساختمانی ایشان را متوقف ساخت. مردم چاره‌ای نداشتند جز ترک بابل و پرساختن زمین، درست همانطور که خدا فرمان داده بود. مردم برج خود را تمام نکردند، اما نقشه‌های خدا درست طبق برنامه پیش می‌رفت. از روزگار نوح پیامبر 10 نسل گذشته بود. شیطان تسلط زیادی بر قوم‌ها پیدا کرده بود، یا اینطور به نظر می رسید. مردم به جای توکل به خداوند به مذاهب خودشان اعتماد داشتند. برخی از قوم‌ها خورشید را به جای کسی که آن را ساخته بود می پرستیدند. دیگران در برابر ماه سجده می کردند. در سرزمینی در شمال شرقی عربستان مردی سالخورده به نام ابرام زندگی می‌کرد. بعدها خدا نام او را به ابراهیم تغییر داد، یعنی پدر مردمانی بسیار. ابراهیم 75 ساله بود. همسرش سارا 65 ساله بود و فرزندی نداشت. والدین آنها و همسایگانشان بت پرست بودند که به جای خالق مخلوقات را می‌پرستیدند. خداوند به ابرام گفت: از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو. از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد. نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود و همه طوایف زمین به واسطه تو برکت خواهند یافت. خداوند میخواست با ابراهیم عهدی ببندد. اگر او خاندان پدرش را ترک میکرد و به سرزمینی ناآشنا میرفت، آنگاه خداوند 2 کار بزرگ با او انجام میداد. 1. خدا ابراهیم را پدر ملتی بزرگ میساخت. 2. خدا از طریق این ملت جدید همه قومها را برکت میداد. اگر ابراهیم به خداوند اعتماد کرده از او پیروی میکرد، پدر قومی میشد که از آن انبیا، کتاب مقدس و نجات دهنده جهان پدید می آمدند. ابراهیم چه کرد؟ به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که فرا خوانده شد اطاعت کرد و حاضر شد به جایی رود که بعدها به میراث می‌یافت و هرچند نمی‌دانست کجا می‌رود روانه شد. برای ابراهیم و همسرش ساده نبود که بستگانشان را ترک کنند و از مذهب خانوادگی روی برگردانند. با این حال تصمیم گرفتند انتقادهای اجتماعشان را تحمل کنند تا از خدای حقیقی پیروی نمایند. اعتماد به خدا و اطاعت از او ساده نیست، اما بهترین است. ابراهیم و همسرش سالخورده بودند و فرزندی نداشتند، اما خداوند وعده داده بود که ابراهیم را پدر ملتی بزرگ بسازد. ابراهیم به وعده ناممکن خدا چطور واکنش نشان داد؟ ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او پارسایی شمرده شد و او دوست خدا خوانده شد. ابراهیم همانند تمامی نسل آدم گناهکار بود، اما مانند نوح و هابیل قربانی گناه به خدا تقدیم کرد. از آنجایی که ابراهیم به خداوند و وعده‌هایش ایمان آورد، خدا این را برای وی در آسمان پارسایی به حساب آورد و به او هدیه زندگی جاودان بخشید. سارا نیز به خداوند اعتماد کرد و خدا پارسایی او را نیز اعلان نمود، اما صبر کردن سخت است.
آنها پس از آنکه 10 سال در سرزمین فلسطین به سر برده بودند و برای بارداری سارا امید داشتند و دعا می‌کردند، تصمیم گرفتند به خدا کمک کنند تا به وعده‌اش عمل کند و پسری به ابراهیم ببخشد. سارا طبق یک رسم محلی کنیز مصری خود هاجر را به ابراهیم داد. او با هاجر هم بستر شد و هاجر باردار شد و پسری زایید. نام او را اسماعیل گذاشتند. حدود 13 سال بعد خدای قادر مطلق بار دیگر بر آنها ظاهر شد. او به آنها گفت که پسری خواهند داشت و او را اسحاق خواهند نامید. همچنین خداوند به ابراهیم گفت و اما در خصوص اسماعیل او را برکت خواهم داد، اما عهد خویش را با اسحاق استوار خواهم ساخت که سارا او را سال دیگر در همین وقت برای تو خواهد زایید. 1 سال بعد سارا اسحاق را که پسر وعده بود به دنیا آورد. آیا ابراهیم و همسرش را می‌بینید که در شب به آسمان نگاه می‌کنند؟ آنها به وفاداری خداوند فکر می‌کنند. بعدها هاجر و اسماعیل به جای دور فرستاده شدند، اما خدا با آنها نیز نیکو بود. باری خدا با آن پسر بود و او بزرگ شد. او در صحرا سکونت اختیار کرد و تیراندازی ماهر گشت. او در صحرای فاران زندگی می‌کرد و مادرش زنی از سرزمین مصر برایش گرفت. اسماعیل پدر قوم نیرومند عرب شد، قومی که خدا به طریق‌های مختلف برکتشان داده است. اما اسحاق در خانه ماند. بعضی وقتها اسحاق به پدرش کمک می‌کرد تا بره سالم انتخاب کرده آن را ذبح کند و بر مذبح برای گناهانشان بسوزاند. اما نه اسحاق و نه پدرش نمی توانستند تصور کنند خدا به دنبال تدارک چه قربانی بود. خدا برنامه ریزی کرد تا از ابراهیم و پسرش برای ارائه نقشش به دنیا استفاده کند. نقشه‌ای برای نجات گناهکاران. همچنین خدا مقرر فرمود ایمان ابراهیم را شدیداً بیازماید. خدا از ابراهیم خواست کاری انجام دهد که تا انتهای آزمایش منطقی به نظر نمی آمد. ابراهیم در این مرحله از زندگیش به خدا اطمینان محض داشت. با این حال آیا ابراهیم قادر بود به خدا اعتماد کرده از او اطاعت نماید؟ حتی اگر کاری که خدا از او خواسته بود اشتباه به نظر می رسید؟ در اینجا روایت را از کتاب مقدس می خوانیم. ایامی چند پس از این وقایع خدا ابراهیم را آزموده بدو فرمود ای ابراهیم. پاسخ داد لبیک. گفت پسرت را که یگان پسر توست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوه‌هایی که به تو خواهم گفت چون قربانی تمام سوز تقدیم کن. پس صبح زود ابراهیم برخاسته الاغ خود را زین کرد و 2 تن از نوکران خیش را با پسرش اسحاق برگرفته هیزم برای قربانی تمام سوز شکست و به سوی جایی که خدا به او گفته بود روانه شد. روز سوم ابراهیم چشمانش را برافراشت و آنجا را از دور دید. آنگاه به نوکرانش گفت شما همینجا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدانجا برویم و پرستش کرده نزد شما باز آییم. ابراهیم هیزم قربانی تمام سوز را برگرفته بر پسر خیش اسحاق نهاد و آتش و چاقو را به دست خود گرفت و هر دو با هم می رفتند. و اما اسحاق به پدرش ابراهیم گفت پدر. پاسخ داد بله پسرم. گفت این از آتش و هیزم، ولی بره قربانی تمام سوز کجاست؟ ابراهیم پاسخ داد پسرم، خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. پس هر دو با هم می رفتند.
آیا شنیدید ابراهیم پیش از آن که خود و پسرش از کوه بالا بروند به خادمانش چه گفت؟ پرستش کرده نزد شما باز آییم. اگر قرار بود پسر ابراهیم ذبح شود چطور میتوانست بازگردد؟ کتاب مقدس می‌فرماید ابراهیم چنین اندیشید که خدا قادر است حتی مردگان را زنده کند. خدا وعده داده بود اسحاق را پدر ملت جدیدی بسازد. قرار بود نجات دهنده موعود از آن ملت بیاید. همین برای ابراهیم کافی بود. در این حین اسحاق به چه می‌اندیشید؟ او می‌دانست که گناهکار و سزاوار است که به خاطر گناهانش بمیرد. همچنین می‌دانست خدا جایگزینی برای این کار می‌پذیرد. اما امروز آنها داشتند بدون بره به محل قربانی می‌رفتند. پس اسحاق به پدرش گفت این از آتش و هیزم، ولی بره قربانی تمام سوز کجاست؟ ابراهیم پاسخ داد پسرم، خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. حال بیایید بقیه ماجرا را بخوانیم. چون به جایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدند، او در آنجا مذبحی بنا کرد و هیزم بر آن چید و پسرش اسحاق را بسته او را بر مذبح روی هیزم گذاشت. آنگاه دست دراز کرد و چاقو را گرفت تا پسر خود را ذبح کند. اما فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد ابراهیم، ابراهیم. پاسخ داد لبیک. فرشته گفت دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش. اکنون میدانم که از خدا میترسی، زیرا پسرت، آری یگان پسرت را از من دریغ نداشتی. ابراهیم و پسرش شادمان شدند. اما قربانی مورد نیاز چه شد؟ ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوته‌ای گرفتار شده بود. پسر ابراهیم از جریمه مرگ رهایی یافت. خدا جایگزینی تدارک دیده بود. خدا چطور پسر محکوم به مرگ ابراهیم را نجات داد؟ ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوته‌ای گرفتار شده بود. ابراهیم رفته قوچ را گرفت و آن را به جای پسرش چون قربانی تمام سوز تقدیم کرد. همه این وقایع نقشه خدا برای فرستادن نجات دهنده مقدس به زمین را به تصویر می‌کشند که میبایست مقتضیات قانون گناه و مرگ را بپردازد. پس ابراهیم آن مکان را خداوند فراهم خواهد کرد نامید و تا امروز نیز گفته می شود بر کوه خداوند فراهم خواهد شد. چرا ابراهیم نام آن کوه را به جای خداوند فراهم کرده است، خداوند فراهم خواهد کرد گذاشت؟ مگر خدا یک جایگزین فراهم نکرده بود؟ ابراهیم با نامیدن آن کوه به عنوان خداوند فراهم خواهد کرد روزی را پیشگویی نمود که بر همان کوه خود خدا یک قربانی با خونی گرانبها را فراهم خواهد کرد که خدا آن را به عنوان پرداخت کامل بدهی گناه جهان خواهد پذیرفت تا هر کس که به آن قربانی ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. سالها بعد خود نجات دهنده موعود به این رویداد تاریخی نگریسته و خواهد گفت پدر شما ابراهیم شادی می کرد که روز مرا ببیند و آن را دید و شادمان شد. در همان حال که از قوچ دودی به آسمان بلند می شد، خدا به ابراهیم قربانی آینده را که قرار بود بر قله همین کوه قربانی شود برای لحظه‌ای نمایان کرد. ناگهان پاسخ ابراهیم به سؤال پسرش که بره کجاست معنای عمیق‌تر یافت. پسرم، خدا بره قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد. خداوند برای ابراهیم و پسرش هنوز بره فراهم نکرده بود. او یک قوچ فراهم کرده بود. بره کجا بود؟ خدا خودش در زمان مناسب
پاسخ را مهیا خواهد نمود. آیا آن دو وعده بزرگی را که خداوند به ابراهیم داد به یاد دارید؟ نخست خدا گفته بود از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد. خدا به قول خود وفا کرد. ابراهیم اسحاق را آورد، اسحاق یعقوب را و یعقوب صاحب 12 پسر شد که خانواده هایشان 12 قبیله اسرائیل را تشکیل دادند. خدا همچنین فرمود همه طوایف زمین به واسطه تو برکت خواهند یافت. خدا این بخش از وعده اش را نیز به انجام خواهد رسانید. او از طریق عمل کردن با این ملت میخواست خود را به تمام مردم جهان بشناساند. هرگاه خدا از این قوم حفاظت میکرد، در واقع از طرحهایش برای برکت دادن من و شما محافظت مینمود، زیرا از طریق این ملت بود که انبیا و کتب مقدس و نجات دهنده موعود میبایست پدید بیایند. نقشه مخفی خدا پیش میرفت. حدود 1500 سال پیش از میلاد مسیح، خدا موسی را که از نسل ابراهیم بود فراخواند تا نبی او گردد. موسی 5 کتاب نخست کتاب مقدس را نوشت. همچنین خدا از موسی استفاده کرد تا 3 میلیون نفر از نسل ابراهیم را رهبری کند تا از 4 قرن بردگی رهایی یابند. خدا خودش آنان را از میان صحرای سوزان هدایت کرد، با ستونی از ابر که در طی روز سایه ایجاد می‌کرد و ستونی از آتش که در شب روشنایی می‌بخشید. خدا با دست زورآورش از میان دریای سرخ راه گریزی برایشان گشود. به آنها از آسمان نان بخشید و از صخره آب عطا فرمود و آنها را به کوه سینا آورد. آنجا در پای کوه خدا به قومش فرمود شما برای من مملکتی از کاهنان و امتی مقدس خواهید بود. خدا میخواست این قوم مقدس باشند، یعنی جدا شده برای او و متمایز از اقوام پیرامونشان. اما این مردم معنای مقدس بودن را درک نمی کردند. آنها خود را گناهکارانی درمانده تلقی نمی کردند. آنها فکر می‌کردند که می‌توانند لطف خدا را به دست آورند. خداوند برای آنکه به آنها درسی درباره خشم سوزاننده‌اش بر ضد گناه بدهد، با جلوه‌ای از لرزش زمین و آتش سوزان نزول نمود. کوه سینا را دود فرا گرفته بود، زیرا خداوند در آتش بر آن نازل شده بود. دود آن همچون دود کوره بالا می‌رفت و تمامی کوه به شدت می‌لرزید. چون آواز کرنا بس بلندتر و بلندتر میشد، موسی سخن میگفت و خدا به صدا او را پاسخ میداد. خدا به آدم یک فرمان داده بود، اما قصد داشت به این قوم جدید 10 فرمان بدهد. بیشتر مردم این قوم فکر می‌کردند به قدر کافی خوب هستند که قوم خدا باشند. بنابراین خداوند به آنها 10 فرمان را داد. نخست در صدای رعد از کوه سینا و سپس بر 2 لوح سنگی. بیایید 10 فرمان را بخوانیم. فرمان اول: تو را خدایان دیگر جز من مباشد. فرمان دوم: هیچ تمثال تراشیده‌ای برای خود مساز، زیرا من یهوه خدای تو هستم. فرمان سوم: نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر. فرمان چهارم: روز شبات را به یاد داشته باش و آن را مقدس شمار. فرمان پنجم: پدر و مادر خود را گرامی دار. فرمان ششم: قتل مکن. فرمان هفتم: زنا مکن. فرمان هشتم: دزدی مکن. فرمان نهم: بر هم نوع خود شهادت دروغ مده.
فرمان دهم: به خانه همسایه‌ات طمع مورز، به زن همسایه‌ات یا هیچ چیز دیگر او طمع مدار. خدا به موسی فرمود که ایشان میبایست از تمام این 10 حکم اطاعت کنند. ملعون باد آنکه کلمات این شریعت را تصدیق ندارد. فکر میکنید مردم پس از شنیدن این 10 فرمان چه احساسی داشتند؟ آیا فکر میکنید آنها هنوز بر این باور بودند که به قدر کافی خوب هستند؟ آیا شما فکر میکنید به اندازه کافی خوب هستید تا در پادشاهی کامل خدا زندگی کنید؟ دوباره فرمان اول را بخوانید: تو را خدایان دیگر جز من مباشد. آیا همواره خدا را در جایگاه اول قرار داده اید؟ اگر نه، در نگاه داشتن این فرمان شکست خورده اید. شماره 5 را بخوانید: پدر و مادر خود را گرامی دار. حتی اگر نسبت به پدر یا مادر خود نافرمانی کرده باشید، از نظر خدا گناهکارید. حال به فرمان 8 نگاه کنید: دزدی مکن. اگر حتی چیزی را که متعلق به شما نیست برداشته یا در امتحانی تقلب کرده باشید، این قانون را شکسته اید. آیا تا به حال دروغی گفته اید؟ در این صورت از فرمان شماره 9 اطاعت نکرده اید. فرمان آخر میگوید حتی تمایل به تصاحب آنچه متعلق به دیگری است اشتباه است. خدا گناه را در قلب‌های ما می‌بیند. چه تعداد گناه موجب نابودی رابطه آدم و حوا با خدا شد؟ تنها یک گناه. معیار کامل خدا تغییری نکرده است. زیرا اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد اما در یک مورد بلغزد، مجرم به شکستن تمام شریعت است. خدا نمیتواند گناه را نادیده بگیرد. آیا دوست دارید با جسد خوکی در حال فاسد شدن در یک اتاق بمانید؟ گناه ما نیز برای خدا به همین شکل است. همانطور که با پاشیدن عطر روی جسدی نمیتوان اتاق را پاکیزه ساخت، تلاش‌های مذهبی نیز نمیتوانند قلب ما را پاک سازند. شریعت مانند آینه‌ای که کثافت چهره مرا نشان می‌دهد، گناه قلب مرا نمایان می‌سازد. همانطور که آینه قادر به تمیز کردن صورت من نیست، 10 فرمان نیز نمی‌تواند قلب مرا پاک نماید. زیرا هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت در نظر خدا پارسا شمرده نمی‌شود، بلکه شریعت گناه را به ما می‌شناساند. مهم نیست در نظر خودمان چقدر خوب باشیم، چون برای زندگی با خدا در آسمان به اندازه کافی خوب نیستیم. ما به یک نجات دهنده نیاز داریم. ده فرمان به آن ملت جدید معیاری شفاف از نیکی و بدی ارائه نمود. اما شریعت خدا به انسانها نشان میداد که در مشکل بزرگی قرار دارند. انسانها به خاطر گناهانشان باید همگی بمیرند و از خدا جدا بمانند. خبر خوب این بود که خداوند هنوز خون ریخته شده را به عنوان پوشاننده گناهانشان قبول میکرد. بنابراین خدا به موسی فرمود: مذبحی برایم بساز و بر آن قربانی‌های تمام سوز خیش تقدیم کن. آیا موسی را می‌بینید که دستش را بر سر بره گذاشته؟ آیا مردم را می‌بینید که دستانشان را به سمت بره دراز کرده اند؟ از آنجایی که آنها خدا و روش بخشایش او را باور دارند، گناهانشان بر بره بیگناه قرار می‌گیرد. خون ریخته شده گناهان قوم را می پوشاند. سپس بدن حیوان سوخته و خاکستر می شود. خاکسترها به مردم کاری را نشان می داد که خدا با گناهانشان انجام می داد. ایشان بخشیده شدند. اما این شیوه تقدیم خون قربانی ها به منظور بخشش گناهان فقط تصویری بود از آنچه خدا واقعا ضروری می دانست. از همین رو هرگز نمیتواند با قربانی هایی که سال به سال پیوسته تکرار می شود آنان را که برای عبادت نزدیک می آیند کامل سازد. وگرنه آیا تقدیم آنها متوقف نمی شد؟ زیرا در آن صورت عبادت کنندگان یک بار برای همیشه پاک می شدند و از آن پس دیگر برای گناهان خود احساس تقصیر نمی کردند. اما درست برعکس آن اتفاق افتاد.
آن قربانی ها هر سال یادآور گناهانند، چرا که ممکن نیست خون گاوها و بزها گناهان را از میان بردارد. حیوانات به شباهت خدا خلق نشده بودند. ارزش یک بره با ارزش یک انسان برابر نیست. همانطور که شما نمی توانید یک ماشین اسباب بازی را به بنگاه ماشین ببرید و آن را به عنوان بهای یک ماشین واقعی ارائه کنید، خون بره نیز نمی تواند قیمت بالای مورد نیاز برای قانون گناه و مرگ را بپردازد. یک قربانی بهتر مورد نیاز بود. گرچه قربانی حیوانات نمی توانست بدهی گناه جهان را بپردازد، اما به گناهکاران تصویری از کسی ارائه می کرد که می توانست. وقتی ظهور نجات دهنده نزدیکتر می شد، خداوند به انبیایش فرمود تا پیشگویی های بیشتری درباره این مسیح و پادشاه موعود بنویسند. چند نمونه از این وعده های قدیمی را می خوانیم. اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زاد، اما تو ای بیت لحم، از تو کسی برای من بیرون خواهد آمد که بر اسرائیل فرمان روایی خواهد کرد. طلوع او از قدیم و از ایام ازل بوده است، زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد. او مشاور شگفت انگیز و خدای قدیر و سرور صلح خوانده خواهد شد. هان خدای شما می آید تا شما را نجات دهد. آنگاه چشمان نابینایان گشوده خواهد شد و گوشهای ناشنوایان باز خواهد گشت و زبان گنگ شادمانه خواهد سرایید. او همچون بره‌ای بود که برای ذبح میبرند. دستها و پاهایم را سوراخ کرده اند. نجات دهنده موعود در حال ظهور بود. اما کی و قرار بود چه کسی باشد؟ این پیشگویی ها چگونه می بایست به انجام برسند؟